سطح آب کولی سریز اما ساله در فصل تابستان در دوره آبشوی پیرخو سطح آب بلند شدن میگیرد تا ماه سپتامبر و از 15 سپتامبر تا ماه اپریل مای سطح آب پست شدن میگیرد و امسال هم رنگ سالهای پیش یگان دیگرگونی کلی به نظر نمیرسد. ولی در سال جاری در بسیار منطقه‌های کوهستانی تاجیکستان سیل فرایی زیاد بود در پی آبشوی برف‌ها و پیریخ‌ها. مگر این حالت به کولی سریز تاثیر نرسوند؟ کولی سریز در منطقه جویگیر است که این به پامیر شرقی داخل می شود و در اساساً در پامیر شرقی بارشات برف کم به نظر به مشاهده می رسد و اینچنین در کولی سریز هم بارشات برف کم مشاهده می شود. با همین سبب در فصل بهار و اولای تابستان سطح آب کولی سریز و یگان فرامدن سیل چیپ به نظر به مشاهده نمی رسد. زیادشوی کولی سریز و جمعشوی آب از حساب پیرخو آبشوی پیرخو سطح آب بلند می شود که امسال علارت اوا رنگ سالهای پیش اونقدر علارت گرمی بلند نبود.